سلام دوستان، بهنام یاری از مجموعه دیجی کوینر با توضیح پوزیشن لانگ و شورت در خدمتتون هستم. بعد از اینکه فرض صحیح و جهت حرکت احتمالی مارکت رو با ابزارهای تحلیل تکنیکال تشخیص دادیم، باید این فرض رو به عمل تبدیل کنیم و وارد معامله بشیم. اگه فرض صحیح ما این بود که قیمت‌ها بالا خواهد رفت و خریدارها در قدرت هستند و با تقاضای بالا باعث افزایش قیمت‌ها خواهند شد، باید در جهتی معامله کنیم که با بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. به عبارت دیگه باید بخریم و بعد از صعود قیمت‌ها بفروشیم تا سود کنیم. به این نوع معامله لانگ میگن. در حالت عادی هر چقدر پول داریم میتونیم خرید کنیم. اما حالتی هم وجود داره که با اهرم و مارجین معامله میکنیم، یعنی با بیشتر از پولی که داریم وارد معامله میشیم. اما اگه فرض صحیحمون این باشه که قیمت‌ها پایین خواهد رفت و فروشنده‌ها در قدرت هستند که با عرضه بالا باعث کاهش قیمت‌ها خواهند شد، باید در جهتی وارد معامله بشیم که با پایین رفتن قیمت‌ها سود کنیم. حالتی از معامله که با پایین رفتن قیمت‌ها سود می‌کنیم رو بهش میگیم شورت و ظاهراً به این صورته که چون ما می‌دونیم قیمت‌ها پایین خواهد رفت و فرض صحیحمون اینه، با ضمانت قرار دادن مقدار پولی که تو صرافی داریم از صرافی بیت کوین یا حالا ارز دیگه‌ای رو قرض می‌گیریم و همون لحظه می‌فروشیم. و اگه قیمت‌ها در جهت فرض صحیح ما حرکت کرد و پایین رفت، با پولی که داریم اون مقدار بیت کوین رو می‌خریم و به صرافی میدیم و ما به تفاوت رو خودمون برمی‌داریم. اما توجه کنید، اصل ماجرا اینه که این مقدار بیت کوین رو ما از کسایی قرض گرفتیم که فرضشون اینه که قیمت قراره بره بالا و صرافی فقط نقش واسطه رو داره. بنابراین به طور ساده پوزیشن شورت حالتی از معامله است که اگه قیمت پایین بره ما سود میکنیم. اگه از ویدیومون خوشتون اومد لایک و کامنت و شیر یادتون نره.